آیا در قبر منکر و نکیر از مذهب میپرسند یا نه؟ این همو عیناً سوالی آدمایی که بگیم بسیار نزاع اندازن، بسیار دشمنی مذهبن، این سوالی همونای در قبر ای مذهب میپرسند. و در قبر تا این گپ دیگر معنا داره برادر عزیز. این دور کردن مردم ای مذهب ای. لیکن این نفرها، بعضی نفرها، من این کس در نظر ندارم، بعضی نفرهای ابله مقصد نمیفهمند که مراد ای مذهب چیه؟ مذهب راه رویش مذهب میگن، یعنی راه رویش دین. اگر این خیلگی گویم در قبر از مذهب میپرسد، یعنی ای راه رویش دین میپرسد. مذهب راه الله، راه رسول مذهب میگن. برای همین مذهب ابو حنیفه یعنی راه الله و راه رسول. زنی که با شوهرش با دیگر مرد خیانت میکند ولی بسیار پشیمان است، با شوهرش گفتن نمیتواند، به خاطر فرزنداش میترسد که به پدر میمونند. از بین 3 سال گذشت، بسیار عذاب میدهد وجدانم، با من چی مصلحت میتید؟ یعنی یک خواهر ما شوهردار به دستو با یک مرد دیگه مقصد هم خوابه شدگیه، در حقی شوهرش خیانت کردگیه. میگد میترسم که شوهر ما بگم تا فرزندکا مقصد به پدر نمونن. ما چی مصلحت میتین؟ 3 سال شده است. یعنی این کار درسته. خواهر عزیز به شوهرت نقل نکن و با الله مهربان آبی چشم که گریه که تا که روز قیامت خدای مهربان در بین ما خلایق شرمندت نکنه. و از الله عذرخواهی که الله مهربان کاری خطا کردم، کاری نادرست کردم، کاری بسیار یک جنایت بزرگی را انجام دادم، مرا ببخش الله مهربان. انشاءالله الله مهربان میبخشد تو. این کار خواهر عزیز تکرار نکن و شوهر دا مقصد این گپ نزن. آیا در تقدیر انسان اسم همسر آیندهش نویسنده شده است؟ البته هر یک در حدیث آمده است که حتی بند پتینکت اگر از پتینکت کشاده شود همین در تقدیر هست. اگر پیشپایی بخری در زمین بافتی همین در تقدیرت هست. برای همین ما کی را در آینده زن میکنیم این هم در تقدیر ما هست که فلانی مقصد خانوم ما میشود.